اخیرا خوندم که آقای بوریس جانسون، اون شخصی که در جریان جنگ اوکراین بسیار فعاله و شدیداً نگران آزادی مردم اوکراینه، دولت ایشون با دولت رواندا قراردادی بسته که پناهندگانی که به صورت غیرقانونی وارد انگلیس میشن را به رواندا بفرستن، یعنی به آخر دنیا. رواندا هم یک کشوری که همین چند سال پیش در جنگ‌های داخلیش نزدیک 900,000 نفر را کشتن از هم دیگه. قوم هوتو که فرانسوی‌ها حمایتشون میکردن از توتسی‌ها جمعیت بالایی را کشتن. بین 250,000 تا 500,000 زن بهش تجاوز شد در کشور رواندا. اینا هیچ ندیدن، اینا را هیچ عکس العملی نشون ندادن، نگران هم نبودن که چه میگذره در اونجا، همینطور که الان برای اوکراین هستن. این بیشرما زندگی ما رو با آتیش میکشن و که از یه خونه آتیش گرفته داری فرار میکنی، میان میگن کجا میای؟ بمون. شما ببینید در کشور ما 2 کودتا همین انگلیس ها انجام دادن و اینقدر بیشرم هستن که زمانی که دکتر مصدق نفت را ملی کرد و بعد با کودتا برکنارش کردن، در این فاصله اینا چون نتونستن نفت ببرن از ایران خسارت گرفتن و 800 میلیون لیره پول گرفتن به خاطر اینکه در این فاصله نتونستن دزدی کنن. کشور عراق رو ببین به چه صورتی انداختنش اینا. آقای بوش یک دفعه حمله کرد و گفت اینها شیمیایی دارن و به این روزی انداخت که میبینیم در اختیار آخوند و یک سری افراد اراذل اوباشی کشوری که نظم و انتظامی داشت تبدیل کردن به بیغوله‌ای. شما لیبی رو ببین به چه صورت. لیبی سرهنگ قذافی داشت پول واحدی برای آفریقا درست میکرد، داشت دشتای غیر بایر و خشک لیبی را با آوردن آب و شیرین کردن و آبیاری و تبدیل به مزرعه کردن دشت‌های بیخاصیت لیبی را دیدید که به چه صورتی انداختنش میشه و 60 تن تلاش هم برداشتن بردن. هیچ خبری از اون نیست، هیچ کی نمیگه اینا کی بود، کجا رفت، پول چی میگن طلاهای عراق را هیچ که سوالش نمیپرسه کجا بردن. همینطور به طریق دیگه شما یمن را ببین چه کشوری شده. و حتی من یادمه زمانی که صدام حسین را به بهانه داشتن سلاح شیمیایی بهش حمله کردن و بعد اعلام کردن که مشخص شد که هیچی نداره، همون زمان تونی بلر نخست وزیر انگلیس میگفتش که این حیوان را، صدام را میگفت، باید در قفس انداخت. از اون ور موقعی که متوجه شدن که به حساب ادعاهایی که کردن دروغ بود همش، تونی بلر آمد گفتش که آره یه اشتباهاتی شده و من معذرت میخوام. این معذرت خواهی همونقدر ارزش داشت که مادلین اولبرایت در مورد کودتای 28 مرداد از ایرانیا عذرخواهی کرد. نگفت من 25 سال نفت بردیم و خوردیم اونا به شما خسارت میدیم، نه، گفت ببخشید حالا دیگه کاری شده دیگه، حالا یه 4 تا ایرانی هم کشته شدن چه مهم نیست دیگه، حالا ببخشید. همین که ما میگیم ببخشید کلاتون هم بذارید بالا. در دانمارک من یادمه دولت دانمارک دید که خب یکی از موافقین جنگ بود با عراق. بعد که این ماجرا پیش آمد و فهمیدن مثلا ریشه این جنگ بدون دلیل بوده و اصلا ادعاهاشون هیچ کدوم صحیح نبوده، دولت اینجا که همیشه میخوان خودشون هم خیلی دموکرات و آزادی خواه نشون بدن،
و با دنیا از رو درواسی دارن، گفتن که ما باید یه هیئتی درست کنیم، به این هیئت بررسی کنه ببینه آیا این موضوع به چه صورت بوده که ما وارد این جنگ شدیم، درست بوده یا غلط بوده. حالا اون چی بود؟ یعنی 5 نفر 6 نفر آدم بذاریم برن تجسس کنن، واقعیت در بیارن، در همین حد. بعد همین راه هم باز یکی از نمایندگان مجلس سن احزاب دست راستی گفتش که چه کاری ما بخوایم پول خرج کنیم، یعنی برای همین هیئت 5 نفری که 4 نفر برن چند روز تجسسی بکنن، میگفت این پولیه که راحت اینا خرج میکنیم بی خوده. صدام رفته، کسی هم دلش براش تنگ نمیشه. حالا همین حیوانات شما ببین چه قوقایی را انداختن بر سر اوکراین که این کشور در معرض تعرض واقع شده، در صورتی که یه مش فاشیست نئونازی در اونجا با کودتای قدرت را گرفته بودن. حالا تمام غرب تجهیز شده که اینا را چیز دیگه ای نشون بده، اون یه امر دیگری است. تا هم حرف میزنیم میگن تو طرفدار پوتین هستی، و حالا یه سری ایرانی بدبختم که اصلا نه سر پیازیم ما نه ته پیازیم، یه دفعه ژست آزادی خواهی به خودشون گرفتن که بله این پوتین است که حمله میکند. یکی رفته گشته گفته آقا ما زمان فتحعلی شاه هم به ما تعرض شد، زمان فلان هم به ما تعرض شد. بله همه اینا درست، کشور بیچاره‌ای که باشی به تعرض هم میکنن، ولی از اون بر ناتو هم پسرخاله ما نیست. کار اون هم در نظر بگیریم که اونا چه جنایتایی در خاورمیانه. شما همین الان افغانستان رو ببین، اینها سالها اشغال کردن، بعد سپردن به کیو رفتن. یعنی تو مملکت با اون داشتن ارتش 200 هزار نفریش که اینا خودشون تربیت کرده بودن، 4 تا آدم درست نبود که کشور بدن دستش، باید بسپارن دست طالب از کشور برن بیرون. همین آقای ترامپ که ایرانیا براش سر دست میشکستن، من یادم این برادران سلطنت طلب میآمدن میگفت، یکیش یه پیرمردی بود، من مشاور ترامپ هستم، من به شما قول میدم این با اونا دیگه فرق داره، این حکومت میندازه. اینا چقدر ساده این ما واقعا. فکر می‌کنید ترامپ نگران آزادی من و شماست یا اوباما نگران اینه که مثلا آخوند تو سر ما میزنه؟ نه، موقعی که تو سری خوار باشی و وضعیت اینجور باشه همه میخوان استفاده کنن، همه دنبال منافعشون هست، کسی دنبال انسانیت و اینا داستانه. پدر من کسی دنبال این مسائل نیست. الان در اوکراین اینا همه اوکراینی‌ها هم کشته بشن، اینا هیچ براشون اهمیتی نداره. مهم اون منافعیه که مهم اینه که اون اوکراین را بگیرن، تحت کنترل خودشون درارن، بعد به روسیه نزدیک شن، همینجور که دارن سالها این برنامه شونه که روسیه رو تیکه پاره کنن، منابع روسیه رو ببرن. حالا ببرن به من و شما چیزی نمیدن جز اینکه قدرتمندتر میشن. والا اون زمانی که اون پوفیوز گورباچوف این سیستم این شوروی رو از هم پاشوند، من همون زمان میگفتم که آقا وضع ما جهان سومی ها بدتر میشه. چرا؟ تا اون زمان دنیا 2 قطبی بود، این بهت فشار می آورد میرفتی به اون طرف، به کارگر فشار می آوردن زیاد، در همین غرب میگفتن اگر زیاد فشار بریم میره به طرف شرق، میره به طرف کمونیسم. رو حساب ماها یه جای نفس کشیدن داشتیم، نه اینکه عاشق گورباچوف ما بودیم یا عاشق شوروی بودیم، نه، در این بین این تضاد این 2 قطب ما میتونستیم یه زندگی نرمالی داشته باشیم. از زمانی که اون رفت از بین، اینا الان قشنگ میان میگن آقا چی میگی؟ حرف حسابت چیه؟ اون زمان نمیفرستدن کسی رواندا. الان شما ببین داره قشنگ شمشیر از رو بسته آقای بوریس جانسون، دولت دانمارک، میگه میفرستمت رواندا. یعنی همون کاری که در استرالیا کردن، میفرستن جزیره مش بدبخت ایرانی را یا افغانی را، یا فرق نمیکنه. الان دولت آلمان افغانی رو از خونهش انداخته بیرون که جا برای اوکراینی باز بشه. اینقدر اینها انسان هستن. حالا ریشه و مشکل ما در چیه؟
ما چرا به این درجه از نکبت رسیدیم که این میمونا برای ما آقایی میکنن، اینا برای ما تعیین تکلیف میکنن؟ ببین، اگر ما به تاریخ برگردیم، قبل از اسلام ما در کشوری به نام ایران زندگی میکردیم که یه جامعه طبقاتی بود. در این جامعه طبقاتی 97-8% که ما مردم عادی باشیم هیچ بودیم، یعنی جزو اموال پادشاه به حساب می آمدیم. بعد که اون سیستم از هم پاشید و عرب حمله کرد و مردم برای دفاع از اون سیستم کاری نکردن، چون فرقی براشون نمیکنه که ارباب کی باشه، عرب کشور گرفت. عرب زمانی که کشور گرفتن و خلفای بعد از محمد خلفا آمدن و کار، و بعد امویان آمدن و بعد عباسی آمدن، خلفای عباسی آمدن رو کار، اینا گفتن این ممالکی را که به وسیله مسلمون ها فتح شده ملک خداست و پیامبر و خلفا که نماینده پیامبران در اینها حکمرانی میکنن. اینی که در تمام ممالکی که زیر کنترل اینا بود، اینا به نمایندگی از خداوند در اون کشورها حکمرانی میکردن. اینم اینا از یهودی ها یاد گرفته بودن. ببینید شما، یک پادشاه همیشه در معرض خطر بود، قدرتش، کسای دیگه میتونستن حمله کنن، قدرتش ازش بگیرن. یهودی آمدن با زرنگی کامل پادشاهی و پیامبری را با هم تلفیق کردن. پادشاهان یهود همه پیامبرم بودن. خب دیگه پیامبر کسی نمیاد بر علیهش کودتایی کنه یا اینکه براندازش، میگن آقا این نماینده خداست دیگه. اینا یه همچین سیستمی هم در مسلمان ها پیاده کردن برای اینکه کسی نتونه علیه، یعنی علیه خلیفه جنگیدن یعنی مقابله با خدا و میکشتنه. همینطور بود که مثلا زمانی که غزنویان یا سلجوقیان یا خوارزمشاهیان در ایران حکومت میکردن، حکومت‌های بسیار قوی هم داشتن، ولی خود اینها نمیگفتن ما صاحب کشور هستیم و ما سلطانیم، میگفتن ما به نمایندگی از خلیفه داریم حکمرانی میکنیم. هرچند که خلیفه اشکاره هم بود، گوشم به حرفش نمیدادن، ولی مردم اینجوری دوست داشتن که اینها نماینده خلیفه باشن. سکه به نام خلیفه زده میشد در دولت سلطان محمود، مثلا خطبه به نام خلیفه خونده میشد. همونطوری هم که یعقوب لیث موقعی که قیام کرد، مردم آمدن گفتن که تو رهبر مایی ولی خب حکمت خلیفت کو. همه دنبال حکم خلیفه بودن که این شمشیرش آورد گفت فردا بهتون نشون میدم، فردا شمشیر آورد گفت این حکم من. اینی که این یه همچی افکاری در جامعه بود که نمایندگان خدا بر مردم دارن حکومت میکنن. تا زمان صفویه شد در ایران. صفویه نمیخواستن زیر بار خلفا برن، آمدن مذهب شیعه را علم کردن و اوایل هم نداشتن آنچنان افرادی که خبره باشه در این مسئله. از جبل عامل و لبنان یه سری آدم آوردن که اینها شدن مراجع شیعه که در ایران شیعه را توسعه بدن. به این دلیل که اینها می آمدن میگفتن ما مسلمان هستیم، چون اگه مسلمان نبودی که میکشتنه. یعنی دلیلی بود که خلفا حمله کنن از نابودت کنن. میگفتن ما مسلمان هستیم ولی شیعه ایم. بعدم ما منتظر شخصی هستیم به نام امام زمان که حکومت رو بدیم دستش. ما خودمونم نمایندگان امام زمان هستیم، ما به نمایندگی از امام زمان داریم حکومت میکنیم تا امام خودش تشریف بیاره. کشور میشد چی؟ کشور آقای امام زمان. و چون خود پادشاه های صفوی خودشون هم مرشد میدونستن و مرجع دینی بودن، این بود که مشکلی هم نداشتن، مردم اینا رو میپرستیدن. ما بهترین جنگامون هم در راه دین انجام دادیم. شما جنگ چالدوران جنگی بود که شاه اسماعیل با سپاه عظیم سلطان سلیم انجام داد و چه جانفشانیایی کردن سربازای شاه اسماعیل فقط به خاطر اینکه این را مرشد میدونستن و رهبر دینی میدونستن.
شما همین جنگ ایران و عراق هم ببین دیگه، مردم جانفشانی میکردن چون برای خمینی بود، ولی در شهریور 20 که رضا شاه رو بردن یه نفر از خونش در نیومد بیرون. خلفای پادشاهان صفوی بعد از اینکه سلسلهشون از بین رفت و نادر روی کار آمد، نادر رو مردم قبول نداشتن به عنوان پادشاه، یعنی بازم میگفتن ما دسته صفویه رو میخوایم. و حتی موقع که نادر آمد موقوفات و اینا رو توقیف کرد، علما آمدن، یه رهبرشون شخصی بود ملا باشی، اون زمان بالاترین نفر ملا باشی میگفتن، حالت آیت الله فعلی داشت. این برگشت گفتش که به نادر که موقوفات و مال ماست، سهم ماست، ما جور نیست که مربوط به تو باشه. این نادر گفت شما یوش مفخورید من نمیدم. اونم گفت ما تحریک میکنیم سپاهیان تو علیهت، که نادر دستور داد گرفتن خفش کردن. در اون مقطع اینا یه ذره عقب نشینی کردن که بعد از زمان کریم خان آمد، مردم گفتن ما از صفویه میخوایم، ما پادشاه میخوایم از صفویه باشه. در اون مقطع کریم خان خودش وکیل و رعایا میدونست، نه اینکه نمیخواست پادشاه شه، جرأت نداشت. میگه آقا من وکیلم به نمایندگی از بسیار پادشاهی که شما میخواید، من دارم کشور فعلا اداره میکنم. رفتن و گشتن از صفویه که پیدا کردن، یه بقالی بود که یه 5-6 ماهی بهش قدرت دادن و دیدن افتاد به اینکه قوانین شرع پیاده کنه و اینا، انداختنش رو از حکومت برکنارش کرد کریم خان. بعد از حکومت کریم خان، آقا محمد خان که اصلا خودشو مجتهد میدونست، اصلا چیز نداشت و با علما، اینو خودش از علمای با سطح یک میدونست، بالا میدونست. از اون به بعدم که دیگه زمان فتحعلی شاه، که مثلا خود آقای فتحعلی شاه جنگ که میرفت میگو با اجازه علماست، جنگ ایران و روس را از علما کاغذ گرفت که آقا شما گفتید که ما بریم جنگا، من خودم نمیخوام، من نماینده شما. اونا میگفتن پادشاه به نمایندگی از ما داره در این مملکت حکمرانی میکنه، نه اینکه پادشاه ایران باشه. ما مردمم رعایا امتیم، حکومت هم حق آقا امام زمانه که چون نیست نایبانشن، نایبان هم فعلا وقت ندارن، دادن دست اشخاصی مثل فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه و نمیدونم مظفرالدین شاه و این دسته‌ای که در مملکت حکومت داشتن. اینها خودشون صاحب مملکت در اون زمان میدونستن. آقای حاج ملا احمد نراقی نامه داد، کاغذ داد به فتحعلی شاه که تو به نمایندگی از ما داری حکومت میکنی. این سیستم ادامه داشت تا زمانی که ما انقلاب مشروطیت به وقوع پیوست. یک مقطع کوتاهی شد که ما از امتی داشتیم در می آمدیم بیرون. اینا باز با به شما بگم، در تمام این سالها در حکومت قاجاری و حتی همین حکومت پهلوی، این بحث بین علما بود که ما قدرت رو باید بگیریم یا نگیریم. یه عدهشون میگفتن نباید بگیریم، یه عده میگفتن که چرا ما باید حکومت رو نگه داریم تا بسپاریم به دست آقای امام زمان. حتی این داستان مشهوره که از آقای بروجردی مخالف شدید بود با فدایان اسلام. بعد توی محفلی ازش پرسیده بودن که آقا شما چه مشکلی با اینا داری؟ اینا که دنبال حکومت اسلامی هستن و بد نیست که. اون گفته بود که چرا؟ من مشکل دارم، حکومت اسلامی رو من صحیح نمیدونم. گفته بودن چه اشکال داره؟ شما خودتون مثلا قدرت بگیرید کمتر از پادشاه هستید؟ بروجردی گفته بود نه، من اگر قدرت بگیرم به تنهایی که نمیتونم مملکت بچرخونم، من باید چند نفرم همراهم داشته باشم، به آقایون چند نفر بردارم با خودم که اینا وزیر وکیل بشن. بعد اشاره میکنه به یکی از شیوخی که اونجا نشسته بوده، میگفت همین آقا رو میبینید شما، انسان شریف و بسیار والایی است، ولی همین رو اگر قدرت بهش بدی به خدا از علم و اقبال دوستره. راستم میگفت.
همیشه این بحث بین اینا بود که آیا ما باید قدرت را داشته باشیم و قدرت به دست بگیریم یا نگیریم، تا رسیدیم با مشروطیت که همون آقای شیخ فضل نوری علنی میاد که آقا اصلا معنی نداره مردم بیان نظر بدن، مردم بیان. همین حرفایی که آقای مصباح میزنه اون زمان همین آقای شیخ فضل میگفت که گرفتن اعدامش کردن و بساط اینا داشت جمع میشد. یعنی اینا داشتن کم کم ملت ایران میفهمیدن، کم کم بهشون حالی میشد که آقا ما رعیت نیستیم، ما امت هم نیستیم، ما مردم آزاده هستیم مثل جاهای دیگه دنیا. و اولین پارلمانی هم که در آسیا افتتاح شد پارلمان ایران بود. داشتیم در این راه میرفتیم که کودتای رضا شاه مملکت را باز به عقب برد. کودتایی که الان با مردم بحث میکنی، چون ما تاریخ نویس نداشتیم و کسی تاریخ اون زمان را ننوشته، هنوز شک و شبهه هست بین مردم که آیا رضا شاه یک خادم بود یا یک خائن، آیا این شخص رضا شاه کبیر بود یا یه به قول آقای دکتر قهرمانلو یه آدم بیمار. خب این را چون اون زمان تاریخ نویسی نبود که اینا را برای ما بنویسه، ما باید از جاهای دیگه اینا را جمع آوری کنیم. از نظر سفیر انگلیس، سفیر آمریکا راجع به رضا شاه که چی نوشته. من شخصی دیدم که با تبحش زیاد فاصله نداشت. زمانی که رضا شاه کودتا کرد، یعنی رضا شاه کودتا نکرد، سید ضیا کودتا کرد. رضا شاه به عنوان وزیر جنگ همراه با سید ضیا که اون نخست وزیر بشه و شد، کابینش هم یه 100 روزی طول کشید. انگلیس ها برای اینکه از دولتی در ایران نباشه، دولت مشروطه‌ای نباشه و با یه دیکتاتور طرف باشن، به این وسیله سید ضیا کودتا کردن که بعد خود رضا شاه به قدرت رسید. بعد دوستان میان همون زمان آقای دکتر مصدق مخالف پادشاهی رضا شاه بود. میگفت پادشاهی در یک حکومت مشروطه یعنی هیچ کاره. ایشون آدم بسیار لایقیه ولی بهتره پس در پست نخست وزیری باشه. خب ایشون چند سالی هم نخست وزیر بود، چند سالی وزیر جنگ بود. اگر قصد اصلاحات داشت در این پستا که بود میبایست اصلاحات انجام بده، نه اینکه دولت قانونی را از بین ببره که خودش یه حکومت مطلقه ای را بر جامعه مسلط بکنه. زمانی که رضا شاه به قدرت رسید، یکی از کاراش که میگن این بود که دانشجو فرستاد خارج، طوری نشون میدن برادران سلطنت فعلی که گویا تا اون زمان اصلا ما یه ملتی بودیم با این تومونای دبیت مشکی میچرخیدیم و کلا نمدی هم سرمون و هیچکار هم بودیم و بیشعور و نفهم. ایشون آمد یه دفعه در جامعه تحولات ایجاد کرد. خب یکی نمیگه آقا رجل دوروبر رضا شاه مثل تدین و مثلا داور که وزیر دادگستریش بود، داور مثلا تربیت شده سوئیس بود، تحصیل کرده سوئیس بود. نصرالدوله فیروز که از وزرای رضا شاه بود، ایشون تحصیل کرده پاریس بود. تیمورتاش تحصیل کرده روسیه بود. اینا اینجور نبود که این شروع کرده به فرستادن. بعد بزرگترین خیانتی که این شخص کرد با ایجاد اون ارتش کشور را از یک نیروی نظامی خالی کرد. چطور؟ عشایر بهترین مرزبانای ما بودن. در جنگ جهانی اول جلو انگلیسا را رئیس علی دلواری و اینا گرفتن، نه ارتش ایران اون زمان. ایشون آمد ارتش تمام عشایر را از بین برد. یک سری افراد زورگو و فرصت طلبی را به عنوان فرماندهان ارتش تعیین کرد که فقط در آدم کشی خوب بودن
جرموزه هیچ کار دیگه هم نداشتن، سیبیلی تاپ میدادن و سپهبد امیر احمدی یکی از افتخاراتش بود که بچه ها رو با نام من در لرستان میترسونن. یه بچه بخوان گریه نکنه میگن گریه کنی میگیم سپهبد امیر احمدی بیاد. گوشواره از گوش زنای لو اشایر میکندن، یه همچین قدرت هایی داشتن، بیشرفی هایی میکردن. ولی زمانی که متفقین آمدن 1 ساعت وای نایستادن. شما تجسم کن رضا شاه کبیر را، این شخص به اون عظمت را، روزی که متفقین آمدن، این را برید از خاطرات رانندش، از خاطرات نوکرش سلیمان بهبودی بخونید. میگه روزی که اینا آمدن وارد شبونه آمدن، متفقین اعلان جنگ به نخست وزیر دادن. نخست وزیر سریعا با شاه تماس گرفت. رضا شاه میپرسید فقط کجان، ارتش روسا تا کجا رسیدن. دقیقه به دقیقه ما میبایست خبر بیاریم که تا کجا پیشروی کردن. بعد گفتش که فروغی را احضار کرد. فروغی کیه؟ نوکر انگلیسا، یه شخص شناخته شده ای بود در جامعه ایران به انگلوفیل ایشون. فروغی نیامد، گفت من بیمارم نمیتونم بیام. سلیمان بهبودی میگه ما شبونه رفتیم منزل فروغی. موقعی که با فروغی شاه ملاقات کرد، وارد که شدیم یه دفعه گفتش که رضا شاه به به آقای فروغی میبینم. نه بابا پیرم نشدی تو، هنوز جوونی، هنوز ازت کار برمیاد. فروغی تعظیم کرد و خلاصه شروع کردن به صحبت. رضا شاه گفت فروغی برو به انگلیسا مذاکره کن ببین چی میخوان، من هر چی بخوان بهشون بگو انجام میدیم. فروغی میگه برای شما دیره، ولی ببینم برای پسرتون چه کار میتونم بکنم. فقط شما همین رو تجسم کن، شاه قدر قدرت رفته اینجوری وایستاده جلوی یه نوکر انگلیس که به ارباب بگو ما را نگه داره. خب این افتخار داره این شخص. این را شما با آتاتورک مقایسه میکنید. آتاتورک زمانی که دولت عثمانی پاشیده شد، اینا آمدن گفتن این سری افسر جوان بودن که گفتن آقا ما کشورهایی که غیر ترک زبانن کاری نداریم، اونا بذار همه مستقل بشن. کشورهای بیشتر کشورهای خاورمیانه زیر پوشش عثمانی بود. همه رفتن انگلیسا قیومیتشون رو گرفتن که اینا حساب کمک کنن به تمدن بیان. انگلیسا اونجا هر کشوری را به یک پسر عمو دادن و آل سعود بهش عربستان رو دادن و یه پسرشون پسر عموش بهش اردن رو دادن، یکی عراق رو دادن. اینا همینشون کارهایی که اربابا تقسیم کردن دیگه، ممالک خودشون بود در سال. بعد آمدن گفتن که آتاتورک گفت آقا ما اونا رو کار داریم، فقط ترک زبانها را نگه میداریم، اون مناطقی که ترک زبانه یک کشوری به نام ترکیه را میندازیم. چرچیل فرماندار نیروی دریا سالار انگلیس بود، گفت آقا ما عثمانی رو از بین بردیم، چیزی نام ترکیه اینا ما نمیشناسیم، اینم بعد از بین ببریم که شهر بخوابه. حمله کردن به ترکیه. آتاتورک نرفت پیش یه انگلیسی که یکی از ترک هایی که نوکر انگلیس رشه بگه به چرچیل بگید که آقا ما نوکرتیم ما رو نگه دار. نه، 8 ماه جنگید. با کی؟ انگلیس بود، فرانسه بود، انزکا بودن. انزکا همین نیروهای که از استرالیا و نیوزیلند می آوردن انگلیسا. بیش از 600,000 آدم کشته شد. 8 ماه و خورده جنگ شد، انگلیس ها ریختن بیرون از کشور شد. اون را شما مقایسه میکنی با رضا شاه که به محض اینکه داشتن به قزوین رسیدن، روسا شنیدن، زن و بچه‌ش که جلوتر فرستاده بود اصفهان، پرید تو ماشین و با یه راننده خودش رسوند به اصفهان. اونجا یه ژنرال انگلیسی هم نفرستادن به استقبالش، یه ستوان انگلیسی فرستادن، یه تحقیر پشت تحقیر. ایشون رو تحویل گرفت به طرف جنوب. در کرمان ایشون گوش‌درد پیدا کرد، گفتن که 1-2 روز باشه. ستوان انگلیسی هم گفت نه را بیافتید، وقت نداریم ما.
گذاشتنش در کشتی و فرستادنش رفت. خب این را آدم یک بشه افتخار کرد. زمانی که ما میایم در قرن 21 میگیم ما یه رضا شاه میخوایم، یعنی که اینقدر سطح و بیچاره هستیم که یه همچین سیستمی میخوایم، یه همچین حکومتی رو میخوایم. ما یه حکومت پلیسی که فقط تو سر مردم خودش خوب میزد، وگرنه در مقابل خارجی هیچ نبود. پسر نکبتش هم همین کار کرد. ساواکش چنان قدر قدرت بود و مردم رو میکشت. اون روزی که میبایست وایسه و نذاره کشور از هم بپاشه، لااقل وای میستایی تو دو کشورت، میذاشتی یه دونه به مردم صحبت میکردی که آقا شما منو نمیخواید، شما من بس بیاید یه رفراندومی انجام بدیم که چی میخواید؟ دولت حفظ بشه. دولت رو میخواید عوض کنید، ارتش و نیروهای انتظامی اینا حفظ باشن که کشور را حفظ کنن، نذارن دست هر کسی بیفته. کشور را مستقیم داد دست آخوند رفت. اینه که نیاید بگید آخوند روشن فکر آورد. آخه روشن فکر ما چی داشتیم؟ روشن فکر موقع کی بود؟ شما ببین زندانهای شاه به قول خودشون 3000 تا زندانی داشتن. حالا آخوند و اینا رو بندازیم کنار. سازمان چریکا بودن روشن فکرهای اون زمان، سازمان مجاهدین بودن. اینا چند نفر بودن؟ اصلا سازمان مجاهدین زمانی که انقلاب شد یه نفر هم اینا بیرون از زندان نداشتن، همشون تو زندان‌ها آخوند بودن، تو زندان‌های شاه بودن. سازمان چریکا 40-50 نفر آدم داشت. 40-50 نفر آدم در کل این مملکت، اونم روشن فکری بودن که کتابی نخونده بودن، چون کتابی نبود تو مملکت. حالا میان میگن آقا روشن فکر آمد خمینی را آورد. نه پدر جان، خمینی اینجا کشورش بود. خمینی اونجا را حکومت از آن خودش میدونست. شما ولایت فقیه خمینی نخونده بودید. شما مباحث آخونده رو نمیدونستید که اینا سالهاست دارن میگن. کسی نمیاد بگه که ببینم مجاهد یا فدایی یا توده‌ای منو بیاره به قدرت برسونه. خمینی همون هم که رسید، اینا اولین افرادی بودن که به مخالفتش برخواستن، به جز حزب توده که اونم یه سیاست دیگه ای داشت، احمقانه فکر میکرد که اینا ضد امپریالیستن، الان میتونن علیه آمریکا ازشون استفاده کنن. دست که اینا 7 خط‌تر از این حرفا بودن که گول حزب توده را بخورن. حالا بعضی این اصلا کسی نبودن، که نفری نبودن، وزنه‌ای نبودن در کشور ما. کشوری که همون زمان 200,000 تا آخوند داشت. تنها مجلات و روزنامه هایی که آزاد بود، مجله مکتب اسلام و اینا که وسیله خود والا آخوندا بود، یا حسینی ارشادی که مطهری و حسین نصر و نمیدونم شریعتی درش سخنرانی میکردن و همش مذهب بود. چپ چه قدرتی داشت که اینا ما را به قدرت برسونن. اینها بر مبنای یک مسئله تاریخی خودشون صاحب حکومت میدونستن و الان هم میدونن. برای خروج از این بنبست باید مذهب رو به طور کامل گذاشت کنار. آقا ما مسلمانی هستیم، مسائل رو تو خونمون انجام میدیم. مسلمانی که پیرو شیعه باشی و آقا امام زمان و بیریم الان یادو بعد رفته 10,000 متر مربع صحن و ساختمان برای فاطمه ای درست کرده که در 18 سالگی 9 سالگی شوهر کرد، 5 بچه زایید، یعنی هر سال شکم این شخص بالا بود. یه دختر بدبختی بود، نه کاره‌ای بود، نه علمی داشت، نه شعوری داشت و مویی هم که مرد شبونه علی بردش بردش جای خاکش کرد که اصلا باش مهم نبود. مثل شما گربه مردت بمیره، شب میره یه جا میندازش میره پیکارش. اینا برای زن اینجور اهمیت قائل بودن. بگذار الان برای ما چی میگن اینا را. یه همچین مدل یادمی بود. برای این آمده آخوند رفته 10,000 متر مربع ساختمان ساخته. خب زمانی که شما میبینی هزاران نفر دنبال روی آخوندن، زمانی که یارو میره نمیدونم صحن معصومه رو میلیسه و پیرو این افراد هستن،
آش همین کاسه همینه. همین حقارت ها رو باید تحمل کنیم که یه انگلیسیه جوالق ما رو بفرسته به رواندا، کشور اونا به طوری خرابش کنن که جایی برای موندن نباشه. یه سری جلادم گذاشتن که به نام دین آدم میکشن. آدم کشتن به نام دین هم خیلی خلبت برنده تره، چون آدم ساواکی اون زمان اگه کسی از شکنجه میکرد خودشم میدونست که کارش اشتباهه، می آمدن میگفتن نه فلانی بیا 2 خط بنویس، افنامه بنویس، برو زندان بده فلان نه. ولی این رژیم میزده، یادو گفتش که با لذت هم میزد، کاری برای خدا انجام میداد. مگه شما نمیبینید یادو حمید نوری رو ببین شما در محاکمات شهر، یک ذره شخص خجالت هم نداره. زن و بچه‌ش آمدن پیکنیک، یعنی زن یه آدم جنایتکار هیچ خجالت نمیکشه که این شوهر منه. چرا؟ چون اینا دینی هستن. تا زمانی که این دین تو اون کشور مسلطه، تا زمانی که این مسائل برای مردم شکافته نشه که آقا پشت این جریانات چیه، تمام این اماما و برای مردم بازگو نکنی که آقا اینا از کجا آمدن، تمام این داستانها را کیا ساختن برای اینا، و مردم با اینا فاصله نگیرن، کشور ما همینه که خواهد بود و بدتر هم میشه. چند سال دیگه این نفت و اینا هم که از بین بره که دیگه هیچی، مشبت بخته. اینا هم هر جوری هم که بشه میگن باز بهتره که ما هستیم. خداهای یکی از این آخوندان روز میگفت از زمان علی که دیگه بهترین زمان بوده، 30 نوع مفسده انجام میشد در کشور. حالا ما که هستیم که دیگه اصلا جای خود داره، و اگر ما بریم این الان اگر 1000 مفسده انجام میشه 2000 مفسده. خب اینا پرروان، یعنی وقیحاً چاره هم جز این نیست که اینا رو همه را برکنار و نابودشون کرد، چون اینا بودن اینها هر کدوم یه نوع بیماریه. یک کتاب اینها باعث میشه یه جامعه رو به گه بکشن. تا اینا رو ما حمایت میکنیم به علت نادونی خودمون هیچ امیدی نیست، یعنی وضع ما بدتر خواهد شد که بهتر نمیشه. همینجور هم که الان هستیم دیگه، 7-8 میلیونمون زدیم بیرون، تازه دلخوش کردیم که آقا رضا شاه بهتر بود، یعنی برگشتیم باز به عقب که آقا اون بهتر تو سر ما میزد. و این یکی زمانش یه دل که میگن اون زمان دلار 7 تومن بود، الان خودش میگه الان دلار اگه الان بشه شاه بیاد دلار میشه 7 تومن، من که الان 5 میلیون حقوق میگیرم، 5 میلیون تقسیم میکنه و بعد میگه عجب بابا زندگی میتونم داشته باشم. موقعی که ما در این حدیم و در این شعور هستیم، خب توقع نداشته باشید که اروپایی ها اینا برای ما احترامی قائل شدن. بن جانسون میگه آقا نه این ایرانی ها آدم های با شخصیتی هستن، اینا نفرستیم رواندا، نه بدتر از این هم با ما میکنن. ما میبایست یه نون بخوریم و 100 تا نون صدقه بدیم که دنیا 2 قطبی باشه، که ما بتونیم از فشار یک قطب بریم زیر فشار یکی دیگه، زیر سایه یکی دیگه. وگرنه اینجوری که پیش میره اینا ترکتازی دارن میکنن، وضعیت ما بدتر در بدتر خواهد شد. این اون مطالبی بود که گفتیم حالا برادران بیان فش بدن و فلان، مهم نیست. تفکر، یه ذره فکر کنید، فقط فکر. آقایبور.com